تکنیک ناخودآگاه چطوری تأثیر سریع میذاره روی خواسته ما؟ اصلا این تکنیک به قدری قوی هست که من ازش استفاده کنم؟ یادت باشه تو اتفاقی این ویدیو رو ندیدی. این یعنی تو فرکانس فرستادی و کائنات با این ویدیو قراره به تو جواب بده. ما در طول روز داریم چیزهایی رو جذب میکنیم که درخواستشون رو از روی خودآگاهمون ندادیم. یه سری باورا درون ما هستن به صورت ناخودآگاه، بدون اینکه ما بفهمیم فرکانس ارسال میکنن. این هم میتونه خوب باشه هم بد. چطوری به ناخودآگاهمون سفارش بدیم خواسته هامون رو جذب کنه؟ من خودم از تکنیکی که آخر این ویدیو میگم استفاده میکنم. شماره 1، روش تکرار. شما هر فکری یا هر عبارتی رو تکرار کنید، باور شما رو تشکیل میده. این باورها اونقدر قوی میشن و ناخودآگاه شما اونها رو در طبقه بندی خودش قرار میده و این باورها هر روز به کائنات ارسال میشه بدون اینکه شما متوجهش بشی. یه جمله معروف هم هست که میگه انسان ماشین اثبات باوراشه. روش بعدی روش دیدنه. قطعا شنیدید که میگن شما تو هر جمعی باشید به مدت طولانی، نفر بعدی که مثل اون جمع رفتار میکنه شما میشید. چرا؟ چون شما با دیدن جمع اطرافتون به سبک زندگی، درآمد و طرز فکر اون جمع توجه میکنید و این اطلاعات رو به ناخودآگاه خودتون میدید و اون این فرکانس رو به کائنات میرسونه و شما جذب میکنید. حتما تو جمعی که دوست دارید مثل اونها تبدیل بشید، مثل اونها زندگی کنید برید. و این تکنیک رو فقط برای این موضوع نگفتم. شما میتونید تصویر خواسته خودتون رو روی بک‌گراند گوشیتون بذارید یا روی دیوار کنار تخت خوابتون و هر جا که هر روز چشمتون بهش بیفته تا ناخودآگاهتون اون رو به زندگیتون جذب کنه. روش شماره 3، شنیدن. شما باید به چیزهایی که میشنوید توجه کنید تا هر خوراکی رو به گوشاتون ندید. گوشهای ما، مخصوصاً گوش سمت چپ انسان، رابطه مستقیمی با ناخودآگاه داره. بهتره در طول روز از هندزفری گوش چپ استفاده کنید و عبارت تأکیدی که با صدای خودتون ضبط کردید رو گوش کنید و به کار و امور روزمره خودتون بپردازید. زمانی که حواستون گرم کاره و عبارات تأکیدی رو با صدای کم گوش میدید، ناخودآگاه شما اطلاعات رو طبقه بندی میکنه و به کائنات ارسال میکنه. روش 4، برنامه ریزی ناخودآگاه. این قسمت قوی ترین راه دسترسی به ناخودآگاهه. قطعاً هم یک ویدیو کامل توی پست بعدی و آموزش جامع استفاده ازش رو براتون میذارم. شما با استفاده از روش خود هیپنوتیزم دسترسی آسون و راحت به ناخودآگاه دارید. حالا باید اطلاعات و خواسته‌ای که دارید رو به ناخودآگاهتون بدید. با این اطلاعات مستقیم توی خود ناخودآگاهتون طبقه بندی میشه و این روش سریع‌ترین و قوی‌ترین روش جذبه. فقط خواهش میکنم تا آموزشش رو نذاشتم استفاده نکنید. در ضمن این 4 تکنیک رو حتما به مدت 30 روز استفاده کنید. تو این روش شما باید به حالت آلفا برید با استفاده از موزیکای مخصوص. خواستتون رو با توجه به یک سری قالب‌های خاص به ناخودآگاهتون میرسونید. با این روش تو کمتر از 30 روز به خواستتون میرسید. البته اگر خواستتون معقول و قابل لمس باشه. منتظر ویدیوی بعدی درباره همین موضوع باشید تا جذب‌های عالی رو تجربه کنید. در ضمن اگر کسی هم تجربه‌ای از این روش‌ها داره حتما توی کامنت‌ها به هم بگه.